گلبهار من یکی سابق از بیماری شکل مطابق گشته سیل میباشم که خوشبختانه من در مدتی کوتاه شفا یافتم. 5 اکتبر سال 2016 به من اعلام کردند که من گرفتار این بیماری گشتم و من در اول باور نکردم و بعدا من این بیماری را قبول کردم و همچنان پیش از من برادر من گرفتار این بیماری بود و بیماری را همچون خیلی از جهتی که برادرم شدگی بود ما معلومات که داشتیم این بیماری را آنها هم قبول کردند و مرا اما طرفه دستگیری میکردم و خوشبختانه در مدتی کۆتоҳмуддати که خیلی در تاجیکستان وارد شد از آن جمله من یکمین شخصانی میباشم که در این مدت شفا یافتم و به همه بیماران گفتنی هم که از این بیماری سیل رو افتاده نشوند، چون که بیماری تبابت شونده است به شرطی که داروی بر ضد سیلی رو به وقت ساعتش استعمال نمایند و تبابت می‌یابند، شفا میشوند، چنینی که ما هم بیماران شفا یافتیم آنها هم شفا میشوند، رو افتاده نشوند. من مادر 2 فرزند میباشم. من بیشتر بین مبارزه بر ضد بیماری بودم سر راه من، اما سری من 2 فرزند من بود که من باید برای آنها تلاش میکردم و باید شفا میافتم. هر وقتی که من از داروخوری دستکشی میکردم من 2 فرزندم را پیش روی می آوردم و من به خاطر آنها یعنی که بر ضد این بیماری مبارزه بودم و خوشبختانه موفقم شدم. در اول 2 ماه من از 12 ماهی که اعلام کرده بودم من در اون مدت تبابت میکردم. بعدا خوشبختانه من 1 ینوار 2017 در مدت کۆتоҳмуддат وادار کردم و من در مدت 9 ماه یعنی 9 ماه تبابتم را به انجام رساندم. 2 ماه از ماه پیشتره یعنی 11 ماه که 2 ماه بعد در این مدت حساب نحسابیدم. خوب یعنی که همین реҷаи که وارد کردن реҷаи کۆтоҳмуддат میتواند که بیماران را وادار سازد برای مуолиҷа گرفتن. آره به نهایت من خوشحال شدم از آن جهت که در این تاجیکستان چنین تبابت وادار شد و این به نهایت برای بیماران وی خوب است که 24 ماه به نهایت ماه وظیفی نه. بسیار بیماران از مدت بسیار بودن این تبابت کنده میکنند و این مدت کوتاه این به آنها یک قوت دیگه میده که نه در این قدر مدت محسوس شده میتوان. این خیلی چیزی بهترین است برای بیماران. خب وقتی که شما مуолиҷа میگرفتید چقدر بوده در همون گروه؟ همون گروهی که شما تبابت میگرفتید چقدر بودند؟ راستی بعدا در مجلس ها فهمیدم که 100 نفرند. در مدت کۆتоҳмуддат 100 نفر وادار کردن و یکی از آنها یکمین منم. بعد من 10-11 نفر دیگه شفا یافتم در این مدت. یعنی که شما می توانید گویید که بیماری تبابت شونده است و آنانی که از مуолиҷа خودداری میکنند باید که برگردن. همینطور؟ آره این بیماری تبابت شونده است، چون که باید هر یک بیمار داروی بر ضد سیلی را استعمال نماید، چون که تنها بر ضد این داروها میتونن اون میکروب چوبچک‌های کاخ نیست کنند. بسیاری فکر میکنن که طریق طبیبان خلقی و خیلی چیزا یا که یگام چیزی دیگه بخورن و گوشت سگ و سغر خیلی چیزا از فکر من این خطا است، چون که او چیزا نمیتونن که میکروب چوبچه نیست کنن. سلامت